الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران عزیز گرامی، در پیش من 3 سوال هست و بسیار خواهش کردن که همینها را تعجیلاً برای ما جواب گویید. یکی از سوالها همین است که هرگاهی که پدر یا مادر فرزند حرامی گفته فریاد میزنند، آیا حکم همین پدر یا مادر چی است؟ برادران عزیز و گرامی، وقتی که پدر یا مادری که فرزند حرامی میگن یا در مردم ما اگر سیاه باشه مثال سیاه گفته فیراج میکنن، اگر خدای نکرده یگان بیماری پوست داشته باشه پیس گفته فیراج میکنن، اگر چشمش نبیند کور گفته فیراج میکنن. یعنی با یک بسیار نامهای زیشت وقتی فرزند فریاد میزنین، برادران عزیز گرامی، این دلالت بر همین میکند که خود همو پدر و مادر تربیه ندارن. خود همین پدر و مادر خداشون گوییم به دست خودشون قبرشون کنده ایستادن، یعنی حال خودشون تباه کردیستن. الله رحمت کند شیخ سعدی را میگفت خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان بافت از این پشم که ریشتی. وقتی که با همین ترتیب تو وقتی ای را کلان میکنی، تو آینده از این خرما خورده نمیتونی، یعنی تو خار پرورش کردی سی. برای همین پدرها و مادرای عزیز فرزندا را به نامه هاشون فریاد کنید، فرزندا را بچه جان بگین، فرزندا را دختر جان بگین. و شما مادرین کو، شما پدرین کو، نخواد در نسبت فرزندی خودتان اینقدر کلمه های سخت و اینقدر کلمه های درشت استفاده برین. برای همین هر کسی که مقصد وقتی فرزند شما حرامی گفته فریاد میزنین، این از ناپاکی خودتان، این از گویم امو خصلت‌های رذیله داشتن خودتان خبر میتید. ولی امروزا بسیاری از پدر و مادرها گویم از عهده تربیه نمیبرند، ولی در تربیه فرزند میگه 3 عنصر بسیار مهمه. یکی از اینها برادران عزیز همین است که تربیتگر کیه؟ یعنی تربیتگر کی است؟ اگر تربیتگر مثل همین پدر یا مادری که فرزنده کور و پیس و یا حرامی و یا بدبخت و یا خدا زده و وقتی فریاد میکنه، این معلوم است که خود تربیتگر مقصد از عهده تربیت نمیبراید. یعنی این آدم لایق و سزاوار نیست که تربیتگر باشد. دوم برنامه های تربیوی چگونه برنامه ها داری. سوم بعد محیط است، بعد بیرون هست.
برای همین وقتی که تربیتگرای ما با فرزند این گونه معامله میکنن، پگاه اگر یکان دشواری و سختی دیدن، بعدا میبینی که با آوازشون و گیلهشون در پیش همه هست. نمیدانند که تاجیک ما میگفت که خود کرده را دوا نیست. نمیداند که ای را به دست خودش این آدم ای از رمکه و از همه بگیم راه های درست بیرون کردگی. از این لحاظ مادری یا پدری برای این کلمه گفتگی حتما پیش الله مهربان تو جواب خواهی داد و گویم با این رفتار، با این تربیت تو یک نفری را، یک گویم شخصی را تو حتی در آیندهش تأثیر منفی میرسونی. از این لحاظ احتیاط کنین و از زمره ما پدر و مادرایشین که فرزندکا را همیشه در آغوش بگیرین، دوستداری کنین، مقصد نامه هاشون را بگیرین. اگر نامش مقصد انا عبدالرحیم باشد، عبدالرحیم جانش بگو. نامش اگر عبدالکریم باشد، عبدالکریم جانش بگو. نامش اگر زرینه باشد، زرینه جانش بگو. چقدر با او مهربانی که هر لحظه یافتی یک نصیحتش که یا مصلحتش بده. اگر تو از این فرزند یگان امید خیر داشته باشی. دیگر سوالی که در اینجا کردن، از ما پرسیدن که خب یک برادری در اینجا بر من مراجعت کردن که داملا دعا کن که همین رمضان نزدیک شده ایستاده است، مرا زنم روزه نمیگیرد. زنم روزه نمیگیرد. اگر چندی که یگان عذری ندارد، همه شرایط و همه امکانیتش هست، ولی روزه نمیگیرد. مثلا سال گذشته روزه نگرفت و حتی میگه تا اندازه میگه گویم این زن برای من دلگیر شده است که برای من حتی همون در رمضانم چای سحر ما تیار نمیکند. یا بیگاهی که شود، از بس که میگه بسیاری برادرها ما را افطار فیراد میکنن، اکثر بیگاهی ها که ما در افطاریم، لیکن از قسم سحر من که میخیزم چیزی نیست، چیزی که دستی خودم بیا و تیار کنم و خودم بخورم. اولا من دعا میکنم که الله مهربان این خواهر کسی باشد را توفیق دهد که از ماه مبارک رمضان روزه بگیری. و بعدا فراموش نکن خواهر عزیز که در قصه ها میاد که در ماه رمضان وقتی میگه یک یهودی در نزد یک مسلمان دیگر که روزدار بود خوراک آوردن، خوراک نخورد به خاطر احترام روزدار. میگه الله مهربان همین نفر میگه برای که یک روزدار را احترام کرد داخل جنت کرد. از او پرسیدن مقصد به چی چیز تو داخل جنت شدی؟ گفت به خاطر یک روزدار را احترام کردن. برای همین خواهر عزیز، آیا اگر در برابر یک یهودی گذارن شما را که یک یهودی روزدار را احترام میکنن، حال آنکه شما خواهر عزیز گویم یکی از وظیفه های جانی تو همین است که تو روزه بگیری، روزه هم نگرفتی، حداقل یک روزدار را کمک که، یک روزدار را یاردم که. بسیاری برادرای هستند که الله خیرشان تیاد، حقیقتا هم بچه های با توفیقن، غیر رمضان هم روزای دوشنبه و پنجشنبه هم روزه میگیرن، ولی
برای اونها هم من مصلحت میتونم که خواهرای عزیز کدام روزه میگیری همراه شوهرت خوش به حالت بخیزین هر دکتون مقصد طهارت کنین دست روکاتون بشوین آونانتون بخورین تهجدتون بخوانین باز اگر تهجد باشد تهجد نباشد خیزین برای روز دوشنبه و پنجشنبه یکدیگر با دعا کنین خیزین با پای نماز بامداد چون این بهترین زندگی های این بهترین بگیم که بندگی های این نظر رحمت در بالای هر دو شما این چی بود است که خواه مردک خوابای زنش روزه میگیره خواه زنک خوابای مردکش روزه میگیره و لیکن مردک که نیاز داره با یا پیاله چایش که نکنی آخی وای خواهی نخواهی خواهر عزیز مثال اگر من شخصا من باشم وقتی که میرم یا پیاله چای میخورم حتما میگم من در حق دعای بد میکنم من هیچ وقت در تو دعای نیک نمیکنم برای همین شما دانید که دعای نیکی شوهر برای شما بسیار یک مکافات بلند است برای چی شاعر میگفت هر آن زن که طاعات مریم کند ز خونی نگه سجدگر نم کند چون نباشد راضی از او شوهرش به درگاه حق نیست جای اندرش مثل مادر عیسی علیه السلام عبادت داری حتی سرت در سجده میمانی با 1 ساعت سرت نمیبرداری هرچی از عبادت داری لیکن مادامی که مردک دلش خفه است خواهر عزیز این عبادت ها همه در سرت زده می شوند خود یک بارک انصاف کو که مردک من تا بگه روزداره تا بگه با کار میکنه من خسته برایم یک پیاله چای نکنم یا همین را در روزداریش یاردم نکنم ای خواهری عزیز دیگر در راست تو انسان کی حتی شوهرت کو اکو بیزاره او شوهرت یقینا تر دعای بد کسته لیکن حتی اینمی من که اگر باشم وقتی سوال میخوانم منم میگم که مقصد مردک حق داره که در راست تو دعای بد کنه الله مهربان توفیق تان بده سوال دیگری که آمده است گفتن امروزها بسیار رواج شده است که همین چارواره گوسفند گاو اسب مقصد یک جای را هم خیلی یک در میکنن و قرآن در همونجا کشال میکنن و با تگ قرآن میگذرانن این برادر عزیز یکی از بدعت های بسیار قبیح است این ثواب نه در این کار شما گناهگار میشید برادر عزیز این نه فرموده الله نه فرموده رسول الله نه فرموده یگان مذهب هایی که مثال 4 مذهب نه یگان عالمی که علم داشته باشد هیچگاه برای ما در یگان گویم خبرها آمده است که ما مالهامون به تگ قرآن گذرانیم اگر چند این در نظر شما نیک هم بیاید لیکن شما در شریعت یک چیز دیگر را پیوست کردید الله میگه و ما کان ربک نسیا الله مهربان میگه من فراموش خاطر نیستم چیزی لازم بود برای شما همش من گفتم برای من از پیش خود این چیزها را مقصد نسازید هر یک کاری را که ما از پیش خود کردیم یک سنت از پیغمبر خدا از بین می رود هر خرافات و بدعت که آمد یک سنت از ما الله مهربان میگیره بعد از زمان میبینی در درون خرافات و بدعت و شرکیات دیگر هیچی منفعت دیگر عبادت ما اوته نداره برای همین این کارها را نکنید با تگ قرآن برای این نیست که ما در تاریمو گویم تاخچه یا درمانه یا در کجایی نباشد او را در بلندینه او را در قلب جا کن او را هر سری بخوان اگر 1000 نمودی متریال قطی پیچونی در بلندی مانی و نکشایش او قرآن برای تو خیر نمیاره او قرآن از تو رازگیش اعلان نمیکنه این قرآن برای او چاروایی که به عقل برای آدم زنده او را زنده ها باید
اگرچند قرآن برای همه رحمت است، لیکن برای خیلی هر یک چیزی که از زیرش بگذرانیم برای اون نیست. این کار نکنه، این کار یگان خیری نداره. این چیزا در شریعت پیوست هم نکنه که گناهگار میشی. خدای مهربان خاتممون بخیر، ایمانمون با سلامت و سعادت دنیا و آخرت نصیب من گردونه. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله.